با استقبال جشن بین المللی نوروز در مرکز ناحیه جیهون ولایت خطلون و حدود دهات آن شیار آویزه های ترغیب کننده این جشن باستانی که تاریخ بیش از 6000 ساله دارد نصب کرده شده است. واقعا هم جشن بین المللی نوروز همچون پدیده نادر تاریخی میان مردمان حوزه آن محبوبیت پیدا کرده است. در ناحیه جیهون همزمان با استقبال این جشن باستانی چاره‌بینی‌های فرهنگی، نمایش دستاوردهای هنرهای مردمی پیشکش ساکنان و مهمانان گردانده شده ایستاده است و برگزاری چنین چاره‌بینی‌های سطح بلند از آن شهادت می‌دهد که این جشن مردمی برای معرفی شایسته تاریخ و فرهنگ کهن‌تمدنمان و متحدی و به همایی نقش مؤثر دارد. جشن بین المللی نوروز را ساکنان و اهل هنر و صنعت ناحیه جیهون در طبیعت دلفریب و فوران و دامن باغ و گلگشت‌ها و به جا آوردن سنت و عنعنه‌های نیک و جاودانه و بی‌نظیرش استقبال گرفتند. پیشنهاد هنرهای مردمی در یک گوشه زیبای ناحیه که با فرارسی بهار دلافروز شکوفان و غرق گل گردیده است نظرربای و دلنشین بود. قبل از همه زنان و بانوان به ترغیب و معرفی هنرهای مردمی که خاص این جشن باستانی بوده ضمن برگزاری تنتنه‌های وابسته به آن و نمایش گذاشته می‌شوند مشغول گردیده در پی فراهم ساختن لحظه خوب تفریحی و شادوفضا برای ساکنان آمادگی خوب گرفتند. نوروز نوبهاران بر گلرخان مبارک، این روز شاد و خندان بر دوستان مبارک. تهیه لباس‌های ملی و جهاز و دیگر آرایشات ترغیب کننده سنت و عنعنه‌های نوروز بین المللی میان زنان و بانوان ناحیه جیهون ولایت خطلون رشد و انکشاف یافته در این سمت زمینه و امکانات فراوان فراهم آورده شده است. اثنای برگزاری تنتنه‌های جشنی خصوصا نوروز خجست‌تپه محصول ایجاد هنرمندان و نمایش گذاشته می شود که این نوبت هم در فضای بسا فرح بخش و دلپذیر پیشنهاد نمونه بهترین چکن و پاره‌های گلدوزی چهوران جشنگاه ساکنان را شکوهمندتر ساخت. جشن گرفتن نوروز خجست‌تپه در ناحیه جیهون این به سرشیوی کشت و کار که ناحیه جیهون یکی از ناحیه‌های همچون کشاورزی در بلند برداشتن تامین امنیت استوار کشور سهم ارزنده دارد. امروز مهنتکشان با کشت و کار شروع نمودند و باوری داریم که نوروز امساله برای خلق ناحیه جیهون، برای خلق جمهوری فیض و برکت می آورد، حاصل ناکی می بیارد، دسترخوان پر می بیارد و امروز نه اینکه در ساحه کشاورزی ناحیه جیهون با دوستی خلق ها در تمام عالم معلوم مشهور بود. زیاده از 32 خلقیت ملت در اینجا زندگی می کردند و همین ناحیه جیهون با دستی بسیار خلقیت ملت هایی که در همین ناحیه زندگی می کردند به همین بستان و گلستان تبدیل داده شد. همین خوشی و خرسندی از سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت ما برمی بیاید. سال تا سال بلند برداشتن سطح زندگی مردم، تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی مردم در مرکز دقت پرزیدنت حکومت جمهوری قرار دارد. مرکز ناحیه جیهون و دهات آن به مناسبت جشن بین المللی نوروز ایدانه آرای یافته بود. شهامت نوروز و بزرگی آن در شعار آویزه‌ها و گذاشتن یکی از رمزهای مهم آن سومنک در میدان نزد پرچم دولتی در ناحیه جیهون از خدمت مبارک و نصرت فضای این جشن باستانی و مردمی بشارت میداد. واقعا در تاریخ و تمدن بشری همانند نوروز فرخنده‌پی جشن جای ندارد و آن بی‌نظیر و ناتکرار است. هنوز از زمانهای خیلی قدیم جشن نوروز تا به امروز رسیده اصالت خود را تا به حال حفظ نموده است. یکی از سبب‌های ماندگار بودن نوروز بین المللی قبل از همه جشن مردمی و طبیعی بودن آن به شمار می‌رود. در زمان صاحب استقلالی مملکت با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزش‌های ملی از جمله نوروز خجست‌تپه از نو احیا گردیده در سطح دولتی و با شکوه و جلال خاصه جشن گرفته می‌شود.
сокинони ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон бо дарки нуфузу шаҳомат ва мондагории ин ҷашни бузург ҳамасола бо эҳёшавии табиат ки яке аз нишонаҳои омадани наврӯзи байналмилалӣ маҳсуб меёбад, чорабиниҳои гуногуни фарҳангию мардумиро ташкилу ба роҳ мемонанд. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نوقیسه بپرداز به نوروز رسیدیم، در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. نوروزی دیار آمد، پیغام بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. نوروز 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 مبارک باد. نوروز روان بخشد، صد تاب و توان بخشد، بر پیر و جوان بخشد، نوروزی مبارک باد، فیروزی مبارک باد. رو عشق را صدا کن، نوروز می درآید، برخیز و دست و پا کن، نوروز می درآید. دیگر مباش مجذوب، زن آب و خانه را رو، رو غصه را رها کن، نوروز می درآید. از صورت بیجو سور، از نصرت بیجو نور، رو ناله را صدا کن، نوروز می درآید. از مادران دعا گیر، امید از خدا گیر، از میره سخا کن، نوروز می درآید. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани наврӯзи байналмилалӣ қабл аз ҳама аҳли санъату ҳунар омодагӣ мегиранд, зеро яке аз бахшҳои асосии таҷлил аз ин ҷашни фархундаю бостонӣ пешниҳоди суруду таронаҳо ва мусиқиҳои ҷаззоб ба шумор меравад. аҳли ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи ҷайҳун бо пешниҳоди суруду таронаҳои дилнишин махсус яке аз жанрҳои маъмулу машҳури санъати касбии миллӣ фалак васфи баҳору наврӯзро карданд. صد شکر که امروز به نوروز رسیدیم، از نکهت گلهای دل افروز شمیدم،
باشد تن ما پاک شود از گناه و درد با امر الهی سومنک را بچشیده با امر الهی سومنک را بچشیده بیدار بگردید سیاه گوشت خوابش بوسی در روخش را همه بردیده کشیده نوروزی عجم ملک جهان نور فشان کرد از دشت و دمن لاله‌ای هیدانه بیچیده از دشت و دمن لاله‌ای هیدانه بیچیده дар фазои фараҳбахшу шодиовари суруди дилнишини ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи ҷайҳун ки таҷассумгари Наврӯзи Хуҷастапай буд, гулдухтарон рақси зебоеро иҷро намуданд.
اجرای ژانری دیگری صنعت کسبی سرایندگی در جشنگیری نوروز بین المللی که از سوی صنعتکاران پیشکش می‌گردد، این سرودهای خلقی به شمار می‌رود که هنرمندان نشانه‌های فرارسیدن این جشن فرخنده ملی از جمله احیاشوی طبیعت، ایام کشت و کار و رویدن سبزه و گل‌های زیبا را احساس نموده با صدای خیلی فراخ و دلنشین می‌سرایند. بهار آمد گلستان مشک بارد زی حسنی لاله صحرا زرنگار است. بهار آمد گل بلبل هم آغوش چمن در بزم گل آتش نثار است. چمن در بزم گل آتش نثار است. در ناحیه جیهون طول سالهای صاحب استقلالی و در دایره آمادگی و تجلیل سزاوار از جشن‌های ملی و دولتی روند کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته امسال نیز با اوج سرعت بلند ادامه دارد. با عملی نمودن تدبیرهای مهم و سریوقتی در برابر انجام موفقانه کارهای سازندگی، ساکنان برای سزاوار استقبال گرفتن جشن‌های باشکوه از جمله نوروز بین المللی خیلی روحیه بولیده داشتند، زیرا سطح زندگی مردم به مراتب بلند گردیده امکانیت‌های کار و فعالیت در همه سمت و ساحه‌ها مساعد و بهتر می‌شود. من در این روز خرم، در این روزی که تمام ناحیه جیهون جشن نوروز را استقبال گرفته ایستادند، از نام ساکنان ناحیه جیهون اظهار منتداری را به پرزیدنت مملکت، به حکومت جمهوری در دستگیر کردن و گلگشکوفوی ناحیه جیهون حصه منتداری خود را بیان می‌نمایم. از فرصت استفاده برده همه شهروندان جمهوری را به روز نوروز بین المللی تبریک میگویم. تمام خوشی‌های حیات آرزو میکنم خیرات ربانی و معرفت خیزروانی نصیب هر یک شهروند تاجیکستانی باشد. نوروز بین المللی را قشرهای مختلف جامعه در ناحیه جیهون با دستاوردهای نظررس مهنتی تجلیل نموده برای حفظ و نگهداشت سنت‌های ماندگار آن و دیگر ارزش‌های ملی با احساس گرم وطن دوستی سهمگزار خواهند بود.